بله خوب است شیخ. اکرانم دیده بله میشه. هست، بله هست. اکرانم دیده میشه. بله دیده شده است. در مورد ما صدای این موزیک سوال هم هست. بشه. بله بله کلیپی رو بله. ترتیب بکنم. بله بهترین. شروع میکنیم. الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، اهل سنت و الجماعه، بارک الله فیکم. همه شما از قصه دجال محمد انصاری با خبر هستید. از این گمراه گشته دین فروخته با خبر هستید که روزهای آخر خوارجی خودش رو، گمراه بودن خودش رو به زبان خودش الحمدلله که به مسلمان ها نشان میدهد. ما کی هاست حقیقت این دجال را بیان کرده بودیم، کی هاست سال هاست بیان کرده بودیم، ولی تا مدت بعضی از برادران و خواهران به ما میگفتند که ما میبینیم که محمد انصاری زبانش خوب است، چیزی از زبان او بیرون نمی شود و اون صحبت هایی که شما میگید ما ندیده ایستادیم. ما میگفتیم بالاخره روزی هست که محمد انصاری این شرکیات، کفریات، زلالت خود را بیان میکند. البته این روز کی ها رسیده بود؟ این یک دو سه سال است که شرمندگیش خیلی واضح است، شرکش، کفرش واضح است. ولیکن سال آخر که آخرین انتخابات اردوغان شد، از اونجا با واضحتر و آشکارتر شد. این بنده الله محمد انصاری اولا کی است؟ جاهل است که در نزد کی تعلیم گرفتنش تا به حال معلوم نیست. برای شما معلوم نیست. شما مسلمان ها محمد انصاری را گوش میکنید، عالمش گفتید، شیخش گفتید، طالب علم و دعوتگرش گفتید، ولی آیا میدانید که این انسان در کجا تعلیم گرفته، از دست کی تعلیم گرفته و چگونه تعلیم گرفته است؟ افسوس که نمیدانید. انا همین ندانستن شما را این استفاده میبرد و شما را گمراه میکند. همین ندانستن شما سبب باوری کردن شما به این انسانی گمراه دجال مشرک میشود. شما مخالفت به منهج سلف کردید. از نظر منهج اهل سنت یک انسان را تا زمانی که نشناسید، نفهمید که این کی هست، چی هست، چی عقیده دارد، هرگز درس گرفتن و گوش کردن درست نیست. در مقدمه صحیح مسلم آمده است که محمد ابن سیرین روایت است، از ضحاک است، میگویند که العلم دین فانظروا من این تأخذون دینکم. ای مسلمان ها، علم آموختن دین آموختن است. هر این طالب علم هایی که امروز در این یوتیوب ها گپ میزند، درس میدهد، شما گوش میکنید، پیش از گوش کردن این انسان ها یک بار منهج سلف را ببینید که به شما چی نصیحت کردند. گفتند که مسلمان ها علم آموختن، گوش کردن کسی، این دین آموختن است. برای همین پیش از این که کسی را گوش بکنید، اعتماد بکنید، دین بیاموزید و دینتون را به او باور بکنید و به او اعتماد بکنید، فانظروا من این تأخذون دینکم. نگاه بکنید که از کجا، از کی دین خود را میگیرید. من به مردم تاجیک، به مسلمان های تاجیک از تاجیکستان و غیر تاجیکستان مراجعت میکنم و میگویم که آیا شما
محمد انصاری را میشناسید که در کجا تعلیم گرفته است؟ از کدام مشایخ اهل سنت تعلیم گرفته است؟ از کدام علمای کبار اهل سنت تعلیم گرفته است؟ در کدام عقیده است؟ میشناسید؟ نمیشناسید. برای چی؟ برای آنکه نپرسیدید، برای آنکه به مذهب سلف صالح عمل نکردید. انمین است خطاگی شما مسلمان ها. برای همین بسیار فریب میخورید. به کسی اعتماد میکنید که بعد از یک چند سال میفهمید که او مشرک است و شما هم نامعلوم هستید که کی هستید و به عقیده های او در عذاب و در مشقت هستید. سبحان الله. حالا که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین قرن من است و بعد از این یعنی عهد رسول الله است و بعد از این صحابگان و بعد از این تابعین. بارک الله فیکم. ترکمون انا همون بهترین قرن، انا همون بهترین انسان ها به شما گفته ایستاده اند که از کسی که نمیشناسید تعلیم نگیرید. الحمدلله ما در کجا تعلیم گرفتنمون معلوم است. ما رساله کردیم حیات خودمون رو به شما به پیشنهاد کردیم، به شما بیان کردیم که من فلان انسان هستم، از فلان جا هستم و بالاخره در فلان جا سفر کردم و از نزد این علما درس خوندم، انا این کتاب ها رو خوندم. برای چی؟ تا که شما فهمید که من کی هستم. منهجم این است. بالاخره از همین سبب شما را فریب میتید. محمد انصاری در نزد علمای اهل سنت نخوانده است. محمد انصاری در نزد منهج دار یگان علمای اهل سنتی که باشد که به منهج تعلیم بگیرد تعلیم نگرفته است. کسی که یک کمی زبان فارسی رو بلد شده در بین رافضه ها، خیلی که خودش به زبان خودش میگه که من در بین رافضه ها به وایه رسیده، در مدرسه های رافضه ها تعلیم گرفتم، در بین رافضه ها به وایه رسیده، در مدرسه رافضه ها کلان شده، اونها اثرش در مغز این جا شده، محبت رافضه در قلبش جا شده، بالاخره طول عمرش در خدمت رافضه است. کسی که مثل باد و هوا عقیدهش رو عوض میکند، فکر و اندیشش رو عوض میکند، روز شب و روز مثل خر حکومت سعودی رو دفاع میکرد، از اونجا وقتی که بیرونش کردند فرار کرد، آمد شب و روز حکومت اردوغان رو تعریف میکرد. میگوید که ما اردوغان رو بله دوست میداریم، به دل جان دوست میداریم. کسی که 5 سال و 10 سال رافضه رو تمام شرکیات و کفریاتش رو به مردم تعلیم داد و خودش هم تعلیم گرفت، ولی در آخر میگوید که رافضه ها برادران و خواهران بهترین ما هستند، ما محبت حقیقی به اونها داریم. چرا زود عوض می شود؟ سبب اینها عوض شدنشون به مانند روز و شب، ثابت نبودنشون در توحید و عقیده. چرا؟ اولا جاهل هستند، اصلا توحید بیخبر هستند، از کفر به طاغوت بیخبر هستند. از توحید که بیخبر هستند اینها شب و روز عقیده را عوض میکنند. جاهل، از سبب جهل. ثانیا اینها تمام کار و روش و این حرکت برای مصلحه دنیوی خود، برای شکم خود که انجام دادند، به خاطر مصلحه به هر راه رفتند و بالاخره گشته و برگشته مذهب خود را عوض میکنند. حالا مصلحه تقاضا کرده است از محمد انصاری که اردوغان را دفاع کند و حالا دارد آهسته مصلحهش را میبیند که تقاضا میکند که مصلحه محمد انصاری همین را تقاضا کرده است که والله علم ایران را، رافضه ها را دفاع بکند. شاید بالاخره از اونها ترسید، خطر کرد، یا آینده زندگیش را در ایران دید و یا بالاخره از اون مبلغ و منفعت و چیزی والله اعلم منفعت پشت این هست. فروخته شده ها. رافضه که خدمت کننده یهود است،
محمد انصاری خدمت کننده رافضه است، بالاخره خدمت کننده یهود است. بیاید صحبتش رو بگذاریم و ببینیم که چی میگه. حالا چه خواهد بود وقتی که در مورد حرمت آبرو و مال و ناموس و کن از صحبت‌های شیخ صالح پردل بفرست برای استاد دایی، بعد اونم بگه که کأنه از زنا و شراب و از کفر و شرک و ارتداد داره توبه میکنه. استغفر الله که من از ایشان تعریف کردم، استغفر الله که من توبه میکنم، به خدا برمیگردم. بارک الله فیکم. ناگفته نماند این رد ما به محمد انصاری قسم سوم است. قسم 4 و 5 و 6 و 7 و 10 در پیش است باذن الله. در این قسم سوم ما به همین صحبتش نظر میکنیم. میگه کسی به شیخ عبدالظاهر داعی سخن محمد صالح را ارسال کرده. عبدالظاهر داعی باشند براءت خود را اعلان کرده که انه میگه گویا که از زنا و این آن توبه کرده باشد. شراب و زنا میگه. این بیچاره جهلش در کجا هست؟ اهل توحید فهمیدید؟ جهلش این است که در نزد این توبه بزرگترین که از همه گناه بزرگترین توبه بزرگترین کرده می شود، این چی است؟ توبه از زنا هست و توبه از شراب است. توبه از کفر، توبه از شرک، یا توبه از یک موالاتی که پیشتر کرده بودید، توبه یک دیگر انسان هایی که امروز شب روز در کفر و شرک هستند، این توبه ها در نزد اینها مشکل ندارد. عبدالظاهر داعی توبه که کردند، آیا درجیش توبه که کردند مگر یگون توبه عادی بود، یگون مسئله کوچک بود، یگون مسئله مستحبی بود، یگون مسخره و شوخی بود که این دارد مسخره میکند؟ توبه عبدالظاهر داعی اولا از صدق این ایشان بود باذن الله. توبه عبدالظاهر داعی در خوب گفتن یک دعوتگر بود که او دعوتگر رافضه را برادر دل جان میخواند. وقتی که یک عالم و طالب علم اهل سنت کسی دیگری را خوب است میگه، تزکیه میدهد، اما او باشد رافضه را خوب میگه، این سببی گمراه شدن مردم شدنش ممکن است. بله این خطر است. وقتی که تو فهمیدی که کسی را که رافضه را دفاع میکند خوب گفتی، تو باید از این کار توبه بکنی. وگرنه هر انسانی که به واسطه شما آمد و او شما تزکیه داده را گوش کرد و رافضه را دوست داشت و رافضه شد، به گردن شما میرود. این مسئله باز میگردد به مسئله الولاء والبراء، موالات کردن به مؤمنین و موحدین و صادقین، براءت کردن از مشرکین و کافرین و برادران مشرکین و کافرین. و عبدالظاهر داعی سبب توبه کردن و سبب این مسئله را بزرگ نشان دادنشان این غلو کردن نبود، از حد گذشتن نبود. این مسئله را ایشون فهمیدند که از باب براءت است. اگر این کار را نکنند در نزد الله جوابگری در بالای گردنشون است، مسئول در نزد الله هستند، جوابگو می شوند که چرا شخصی را خوب گفتی که او رافضه را مشرکین را برادر می گفت، مردم را گمراه می کرد، و چرا بعد از این که فهمیدی که او بد بوده است از این راه نگشتی. بالاخره انا همین را عبدالظاهر داعی فهمیدند که این سخنشون چی مسئولیت دارد و این موضوع از براءت است و موالات است. براءت از مشرکین و دوستان مشرکین و موالات بر مؤمنین. هر یک طالب علم عالم اسلام میفهمد که این مسئله به توحید، به اصل دین باز میگردد. بله روزی از روزها
عبدالظاهر داعی پردیل را خوب گفتند. به خاطر چی خوب گفتند؟ ظاهرا دیدن که پردیل خوب بود. منهج اهل سنت حکم کردن به ظاهر است. عقیده عبدالظاهر حفظه الله را ببینید که درباره حکم کردن به ظاهر چگونه زیبا بیان کرد. این به اجماع است، در اساس قرآن و سنت با فهم سلف این امت است که حکم به ظاهر است. وقتی که پردیل را دیدن که ظاهرا خوب است، حکم خوب دادند، بله گفتن خوب است. اما وقتی که خبر آمد که پردیل دارد کفر میکند، بله براءت اعلام کردند. این جای تعجب ندارد برای موحد، جای تعجب ندارد برای یگان مسلمان. این امر قرآن است، امر رسول الله سنت است و این به اجماع صحابه است. اما این به جهمی ها تعجب دارد. چرا تعجب دارد؟ محمد انصاری چرا دیوانه شده از این؟ برای که محمد انصاری حالا پردیل کجا رافضه ها را میگد که برادران و خواهران بهترین ما هستند. بله میگد من محبت دارم نسبت برادران و خواهران رافضه هم شیعه. محمد انصاری وقتی که رافضه را برادرم میگوید، خواهرم میگوید، محبت واقعی دارم میگوید، پس محمد صالح پردیلی که رافضه ها را مثل خودش برادر خواهر گفته، این بهترین انسان است. همین سبب شده که در حیرت است. همین سبب شده که در حیرت است که رافضه رو ما تکفیر نمی کنیم. کجا رسد کسانی که رافضه رو تکفیر نکردن اونها تکفیر شود؟ حقیقت سخن این است که محمد انصاری پردیل را دفاع نکرده. محمد انصاری به نام پردیل دارد عقیده جهمیگی خودش را دفاع میکند، عقیده عازری خودش را دفاع میکند. حقیقت این خبیث امین است، چرب زبان مدلس و کذاب است. بالاخره گوش بکنیم. انسان مسلمان نباید این گونه باشه، دعوتگری عالم دین نباید این گونه باشه. آلت دست چهار میگه عالم و دعوتگری مسلمان موحد نباید این گونه باشه، یعنی نباید براءت کند، نباید در مسئله کفر شرک سخت بگیرد، نباید در باب توحید صحبت بکند. انا همین را میگم. علمای اهل سنت چیکار کردند؟ عبدالظاهر داعی چیکار کردند؟ براءت. مگر احمد ابن حنبل رحمه الله براءت خود را از کسانی که خود را مسلمان میگفتند، عالم میگفتند، دعوتگر میگفتند ولیکن قرآن را مخلوق میگفتند، احمد ابن حنبل مگر از اونها براءت خود اعلام نکرد؟ احمد ابن حنبل مگر اونها را تکفیر نکردند؟ احمد ابن حنبل عازری های اونها را مگر تکفیر نکردند؟ کتاب سنه لعبدالله ابن احمد ابن حنبل در بین من شما وجود دارد، پوشیده نیست، پنهان نیست، آشکار است، واضح است، به زبان فارسی هم وجود دارد. والله اعلم. کتابی از شرح السنه یا که از سنه یا رد علی الجهمیه نوشته خودی احمد ابن حنبل وجود دارد. حتی یکی از بزرگترین محدثین یحیی بن معین رحمه الله که به سبب اذیت و آزار و اکراه که مأمون اذیت و آزارشان داد و مجبور کرد، از سبب اکراه گفتن که بله سخنی که شما میخواهید من میگویم، یعنی قرآن رو مخلوق. در زیر اکراه البته عذر است. به زیارت احمد ابن حنبل آمدند. احمد ابن حنبل نظر نکردند به یحیی ابن معین، گفتند به نزدم نه، من به تو نظر نمیکنم. یحیی ابن معین به احمد ابن حنبل گفتند برادرم این در حالت اکراه بود. احمد ابن حنبل گفتند همون باشدم نظر نمیکنم. در حالت اکراه یحیی ابن معین در زیر ضرب و شکنجه و قریب مرگ قرآن را چیزی گفتید بگوید بله راضی شدم گفتند و برآمدند، یحیی ابن معین نظر نکرد. حالا کجا ایستاد؟ به مانند پردیل که بیاید رافضه ها را بهترین و برادر و دل جان بگوید. سخن پردیل، سخن انصاری که اینها دعوای منهج جدید میکنند، منهج جدیدشان این است که رافضه ها برادری ما هستند، رافضه ها بهترین هستند.
محمد انصاری با غلو کرده میگه که رافضه ها برادر و خواهران بهترین ما هستند، ما اینها را دوست می‌داریم، حتما باید دوست داشته شود. کسی که اینها را تکفیر بکند خوارج است میگه. رافضه که همه علما 1000 سال است که تکفیر میکنند. رافضه که قرآن تحریف شده میگوید، مادرمون عایشه را زانیه میگه و قذف میکند، اعوذ بالله. صدیقه بنت صدیق رضی الله عنها را، رافضه که صحابه ها را بجز اندک القلیل باقی مانده را مرتد میگه، ابو بکر و عمر و عثمان مرتد میگه. رافضه که جبرائیل خطا کرد میگه باید، رافضه که باید علی پیامبر میشد میگه. رافضه که عقیده بدا جهل نسبت الله دارد. رافضه که قبر پرستیش چنان منتشر است که به حد نیست. رافضه که خون اهل سنت حلال میداند. رافضه که شب و روز کارش علما و طالب علم اهل سنت را قتل کردن است. این خبیث میاد میگه که بدیل جانمون این را دوست می‌داریم میگه. اهل سنت علما را خوارج میگه. اینها را تهمت به جماعت ها میزند تا که اینها نابود شوند، اینها را قتل کنند. خوارج است. پیامبر خوارج چی صفت کرد؟ پیامبر گفتند خوارج از همه صفت باریزترین اونها همین است که یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. اهل اسلام میکشند اما قبوری ها را اهل وثن ترک میکنند. انمی صفت آیا به محمد انصاری جاری می شود؟ صفت خوارجی حقیقتا خوارجی واقعی، بله، هم خودش توحید حق ترک کرده و شرک رو دارد انجام میده و هم مشرکین رو که باید براءت میکرد ترک کرده، براءت نمیکرد بلکه به اونها دوستداری موالات میکنه و دارد شب و روز جنگش برنامهش برای خاص طالب علم علمای اهل سنت بمانند عبدالظاهر داعی، بمانند معروف راسخ یا بمانند دیگر طالب علمای اهل سنت، یا شب روز به بنده هجوم میکنه، طعنه و تهمت و دشنام و همه سخن میگه، ادرساش میدونیم و حیاتش میدونیم، تهدیدها، همه راه رو دارند استفاده میبرند. تهدید، راه جاسوسی، راه طعنه، راهی بالاخره تهمت و غیره. این خوبسا همینها هم پیشوای شما، همینها هم پیشوای شما، به همینها باور کردید. الله المستعان. بالاخره حالا بگذاریم تا جوانی که باور به خدا کنید و من این حرفم رو مسئولیتش رو در دنیا و آخرت قبول می کنم که دست هایی که در پشت پرده است، دست های استخبارات یهود و نصاراست که امروز از جوانان امت اسلامی این گونه دارن بر علیه اسلام و بر علیه مسلمان ها استفاده می کنن. بارک الله فیکم. پیش از این سخنش درباره ابو محمد مدنی بنده من و درباره شیخ عبدالظاهری داعی است حفظه الله. اینها میخوان چهره این دو طالب علم، چهره دعوتگران اهل توحید، دعوتگران اهل سنت را سیاه بکنند. دشمنی این خبثا به ما در اساس پول مال دنیا نیست. دشمنی اینها در اساس عقیده است. اینها ما را بد دیدن به خاطر لا اله الا الله، به خاطر کفر بالطاغوت، به خاطر براءت از کفار و مشرکین، به خاطر تکفیر مشرکین، به خاطر این بد دیدن، به خاطر اینکه اینها سالها مردم را فریب میدادند، کسی حقیقت اینها را نشناخت. بالاخره به واسطه طالب علمان اهل سنت مردم لا اله الا الله را فهمیدند، خائن بودن این خبثا را فهمیدند. اینها انکنون نه دلیل از قرآن، نه از سنت، نه از قول سلف صالح هیچ چیزی ندارند بجز طعنه زدن و تهمت زدن طالب علمان اهل سنت، علمای اهل سنت. حالا طعنه نوبتیش چی است؟ دیروز داعش میگفت او به دردش نخورد، فایده نداد. شیخ عبدالظاهر داعی را هم کسی قتل نکرد و ابو محمد را هم کسی به این باره قتل نکرد. برای چی؟ اولا توکل به الله کردیم. الله لا حول ولا قوة الا بالله، دیگرگون کننده نیست بجز الله، قوت نیست بجز الله، قدرتمند نیست بجز الله.
اگر تمام این عالم انس و جنش و انسش بیاید خواهد که به ما ضرری رساند، والله نمیتواند. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شد، تقدیر و کاغذ های نوشته شدهش خشک شد. هر چیزی که هست در بالای سر ما در تقدیر ما میبینیم، لیکن ما به قدرت الله ایمان داریم. چگونه که انبیاء و رسول ایمان داشتن. ما توکل به الله میکنیم، به خاطر ترس روپوشانی نمیکنیم. ترس و روپوشانی کردن حق عمر ما رو دراز نمیکند. ترس و روپوشانی کردن حق عمر ما رو دراز نمیکند. شجاعت و گفتن حق و غیرت داشتن بر دین عمر ما را کوتاه نمیکند. قلم برداشته شد، تقدیر نوشته شد. هر چیزی که میبینی در تقدیر هست. ترسوها که به خاطر ترس حق رو نگفتند، در باب ایمان به تقدیر ایمان رو یک بار نظر بکنید. پس بارک الله فیکم. حالا باشد نوبت، البته که ما خیلی گفتیم از یگان جماعت نیستیم. ما طالب علم علمای اهل سنت و الجماعت، مذهبمون اهل سنت و الجماعت، منهجمون قرآن سنت فهم سلفین اومد. در مسئله تکفیر کردن یا مسلمان گفتن منهجمون حکم به ظاهر، چگونه که الله به ما تعلیم داد، رسول الله تعلیم دادن، چگونه که صحابگان به ما اجماع رو نکردن. حکم به ظاهر، هر کسی که مسلمان است از او کفر و شرک دیده نمی شود مسلمان است، نمازخوان است مسلمان است. و هر کسی که دعوای مسلمانی میکند ولیکن از او ظاهرا کفر و شرک اکبر دیده می شود، الله را دشنام میدهد، رسول الله را دشنام میدهد، قرآن را بگویم به نجاست ها میگذارد، استهزای دین میکند، لشکری طاغوت است یا خودش طاغوت است، مراجعت به محکمه طاغوت میکند، حکم میکند، استغاثه به قبر میکند، در گرد قبر طواف میکند و اراده کفر شرک اکبر میکند. به خاطر این که شرک کفر اکبر را که ظاهرا هست انجام داد، یقینا دیدیم که انجام داد، بعد از این میگیم کفر است. این عقیده ما حکم به ظاهر هم رد به خوارج ها هست که حکم به ظاهر نمیکنند، به قلب حکم میکنند و مردم تکفیر بالعموم میکنند، و هم به جهمی ها هست که حکم به ظاهر نمیکنند و حکم به قلب کرده کافر ها را، مشرک ها را که ظاهرا مشرک هستند حکم به قلب کرده مسلمان میگویند. خوارج هم به همین شبهه حکم کردن به قلب گمراه شد و جهمی ها هم به خاطر قلبش حکم کردن مردم به قلب گمراه شد. خوارج ها گفتند که هر کسی که اسلام را نشان بدهد به مانند نماز خواند، روزه و حج رود هم ما قبول نمیکنیم زیرا قلبش کافر است، این کافر است. خوارج ها گفتند. جهمی ها گفتند هر کسی که کفر شرک اکبر را نشان بدهد، ظاهر کند هم قلبش مسلمان است، ما این را شرک کفر اکبر کرده و مشرک نه بلکه مسلمان میگیم. اهل سنت گفتند هر کسی که اسلام را نشان بدهد، نماز را، روزه و حج را و کفر را نشان ندهد، این مسلمان است، و هر کسی که کفر اکبر شرک اکبر ظاهر را نشان بدهد کافر است. وقتی که یقینا به گمان نه، یقینا دیدیم که به یک کفری شرکی اکبر مجمع علی کسی واقع شد، دیدیم، معرفت حالش داریم، اکراه هم ندارد، به اختیار خودش رفت، کافر شد، مجنون هم نیست. و هر کسی که دیده و دانسته و فهمیده معرفت الحال دارد، حال مشرک دید و شناخت و فهمید، مشرک شرک کردنش فهمید ولیکن تکفر نکرد، عاذر المشرک کافر است بعد از علم، بعد از معرفت الحال. و انمین است مذهب سلف صالح، مذهب صحابه، تابعین تبع تابعین. حال روز به جای رسیده است که محمد انصاری آشکار آمده میگد که انا همین منهج یهود است، انا همین عقیده خدمت به یهود است. میگد عبدالظاهر داعی ابو محمد مدنی میگد اینها خدمتگار یهود است و میگد که با کمال مسئولیت در نزد الله جواب میگه. ما چی میگیم؟ ما میگیم که سبحانك هذا بهتان عظیم، الله تو پاک هستی و این بنده حقیرت که
این مشرک که امروز منهج اهل سنت رو منهج یهود و نصارا میگه، علمای اهل سنت رو خدمتگاران علمای یهود میگوید، به ما تهمت عظیمی بست و تو آشکار هستی، سرانجام کارش باش. الله خوار و ذلیلش در این دنیا و آخرت بکن که چقدر هزارها امت را فریب میدهد، حق را پوشیده، اهل سنت را، قرآن و سنت فهمی سلف را عقیده یهود میگه. مگر همین کفر نیست؟ براءت کردنی عبدالظاهر داعی از رافضه و طرفداران رافضه را با دلیل و حجت قرآن و سنت فهمی سلفین اومد به حکم ظاهر که پیش از این هزار سال علما همچنین بودند، همه علما همچنین بودند تا نمی جهمیه اومدن، حتی اشعری و معترضی رافضه ها را تکفیر میکردن، رافضه ها را طرف گرفته را تکفیر میکردن. دولت عثمانی، من حکومت عثمانی را ببینید که به دولت صفوی چگونه جنگ کرد. دولت صفوی را علماهایی که حنفی بودند در منبرها، علمای حنفی و حکومت عثمانی، خلافت عثمانی که میشناسید، درباره منبرها این علمای حنفی هر روز جمعه رافضه را تکفیر میکردن، لعنت میکردن طرفدارای اونها را. بین حکومت خلافت عثمانی و دولت صفویه و رافضیه چند سال جنگ بود، چقدر این مشکلی ها در تاریخ بود، لیکن از این بیخبر. قصه صلاح الدین ایوبی که با رافضه ها جنگ کرد، رافضه ها را تکفیر کرد، ابن قدامت المقدسی در پهلوش رافضه ها را تکفیر کردند. هر کسی که رافضه ها را خوب گفت، در حق رافضه ها دعای خیر کرد، اونها را تکفیر کردند. چی رسد به برادر و خواهر گفته؟ اما افسوس که یک کس دینش را فروخت و می خواهد که شما هم به خاطر شکم این دین را فروشید. شیخ عبدالعزیز الطرایفی یک سخن زیبا میگه، الله نجاتش بدهد از ترمه ظالمان طاغوتان. میگوید که انسان احمق کسی هست که دینش را به خاطر دنیا بفروشد، دینش را به دنیا عوض بکند. و انسانی از احمق هم بدتر، احمقترین انسان همون کسی هست که دینش را به خاطر دنیای دیگر کس فروشد. الله المستعان. امروز بسیاری مردم دینشون را به خاطر انصاری می فروشند، به خاطر شکم انصاری می فروشند. بسیاری مردم به خاطر دفاع انصاری، دین انصاری، شکم انصاری، دنیای انصاری، به خاطر دنیای انصاری دینشون را می فروشند. یعنی چی؟ انصاری از این سخنهایش استفاده میکند، از این سخنهایش به انصاری فایده است، فایده فروخته شدن، تجارت دین مخصوص از دنیا نصیب دارد، دین را فروخت، انصاری نصیبش را گرفت. اما مردمی که انصاری را دفاع میکنند و دین را به انصاری فروختن به خاطر چی میگیرند؟ هیچی نه. شکم انصاری، به خاطر شکم انصاری. اینها احمق ترینند، اینها گمراه ترینند. ما کی هستیم؟ ما علما و طالب علمان اهل سنت هرگز به خاطر نه دنیا نه به خاطر کسی دینمون رو عوض نمیکنیم. ثابت قدم به اذن الله، با فضل و کرم الله شب و روز طلب میکنیم که بیستیم، از فتنه ها به الله پناه میبریم و بالاخره ما فقط رضاگی یک ذات رو میخوایم که این الله هست. رضاگی دیگر هیچ کسی رو نمیخوایم. حق رو میگویم. کسی راضی شد الحمدلله راضی شد، کسی راضی نشد این به خودش است. رضاگی کسی از ما، غمگینی کسی و نارضاگی کسی از ما برای ما مهم نیست. برای ما رضاگی الله مهم است. این وظیفه همه علما بود و این وظیفه همه مسلمان ها است. این امر الله است، این عبادت است، این از توحید است. برای همین این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من طلب
رضا الله بسخط الناس رضی الله عنه و رضی عنه الناس. هر کسی که در عملهایش تنها و تنها رضاگی الله را بخواهد و غیر از رضاگی الله، رضاگی یگان از بنده را به عنایت نگیرد، اگرچه همه این مردم ناراضی هستند اما الله راضی است، به رضاگی الله چنگ بزند اگرچه همه این مردم از او ناراضی شدند. روزی می شود که الله از او راضی شد، او را قبول کرد، منهجش که حق بود، الله از این منهج حق، از این اهل حق راضی شد، مردم هم راضی میشن. چرا؟ برای که قلبهای مردم در بین دو انگشت الله است. یقلب کیف یشاء. الله وقتی که از یک بنده راضی شد، قلب دیگر همه مردم دور میزنند که این بنده از این بنده راضی میشد. چقدر علمای اهل سنت وفات کردند و گذشتند و امروز ما رحمه الله میگیم در زمان خودشان مردم زیادی از اونها راضی نبود. ابن تیمیه رحمه الله در درون حبس وفات کردند، بسیاری اشعری ماتریدی از ایشون راضی نبود، لیکن الحمدلله الله از ایشون این منهج رو، این به خاطر خدمتی که به دین کردند، این عملهایشان رو ترک نکرد. قبول الله ابن تیمیه رحمه الله رو همین است که امروز همه اهل سنت، اهل حق ابن تیمیه رو رحمه الله انا مین است الحمدلله. بجز دشمنان اهل سنت، دشمنان توحید، کسی ابن تیمیه رو بد نمیبین. اما کسی که من طلب رضا الناس بسخط الله، هر کسی که رضایی مردم رو طلبد اما رضاگی الله رو به عنایت نگیرد، فقط مقصدش راضی کردن مردم است، خوشنود کردن مردم است، الله از این بنده راضی نمیشود و مردم هم از این بنده راضی نمیشود. به مانند حیات محمد انصاری، شب و روز که به خاطر رضاگی مردم است، شب و روز برای مشهور شدن است، بعد از 10 سال 5 سال کار خدمتش چهرهش گشته در نزد مردم سیاه میشد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رضایت الله را به یک طرف گذاشت و همیشه به رضایت مردم کار میکرد. حالا اناکنون میگوید که من در نزد الله مسئول جواب میگویم و این کاری که براءت از کفار مشرکین است که علمای اهل سنت و موحدین انجام میدهند، این میگد از استخباراتی یهودی و نصرانی. اینها یعنی عبدالظاهر داعی، ابو محمد مدنی گویا که استخباراتی بود است، استخباراتی یهود نصارا. اعوذ بالله. حالا ببینید کی استخبارات یهودی است. خوب دقت بدید. استخبارات یهودی به دهانش خودش میگه. امام بخاری رحمه الله بدترین انسانها را بیان کردند و از همینجا حالا ما کی استخباراتی است میفهمیم. آخرین کتابی که امام بخاری نیستند، خلق و افعال العباد، در مجله اول آمده است که امام البخاری رحمه الله گفتند الرافضه اشر الناس اشر من اليهود والنصارى. رافضه بدتر است، سختتر است، ضررآورتر است، شرتر است از یهود و نصارا دیده. برای چی؟ برای اینکه گفتند اذا سألت اليهود والنصارى من خير الناس يقولون موسى واصحابه و عیسی واصحابه. بهترین مردم کیست؟ گفته اگر سوال کردید یهود رو یا نصرانی رو، یهود هم نصرانی هم میگه که یاران پیامبرمون بهترین انسان ها بود، اصحاب پیامبرمون بهترین انسان ها بود. اما رافضه رو سوال کردی که بهترین انسان، بدترین انسان در دین شما کیست؟ میگه یاران محمد، شاگردان محمد علیه السلام. رافضه دین شباهت به شباهت یهود است. رافضه شباهتش به یهود اینقدر زیاد است که علما گفتند که رافضه از اهل اسلام نیست، از ساخته و بافته شاخه از شاخه های یهود است. عملا هم شکلا هم از شکل های بعضی از این ریشگذاری هایی که رافضه ها میگذارد و یا دروغوی خباستن هم، عقیدتن هم، طعنه هم و از همه جانب شباهت اینها را ابن تیمیه رحمه الله ذکر کردن که رافضه چگونه به یهودی ها مانند است. محمد انصاری می آید انا همین بدترین انسان را، بدترین انسان ها را که سلف صالح گفتن بدترین انسان ها نمی رافضه است. امروزه رافضه ها
از رافضه های زمان سلف میلیون مراتب بدتر است. محمد انصاری میاد این رافضه ها رو دفاع میکند. رافضه ها رو کسی تکفیر کند از اهل سنت خوارج مینامد. رافضه ها رو برادران و خواهران رافضه خیلی دوستشون دارم، محبت واقعی دارم، از عمق قلب جوانی هم میگه. رافضه باشد ساخته و بافته و بازیچه دستی یهود است و نصرانی است. به خاطر اهل سنت رو در زیر کنترل داشتن اینها اینجا ایستاده است. انکنون کی استخباراتی است؟ انکنون کی فروخته شده است؟ انکنون کی کارگری دست یهود و نصارا است؟ فهمیدید؟ مستقیم به طریق مستقیم محمد انصاری یهودی، خدمتگار یهودی، برادران یهودیش است. رافضه رو با یهودی هم میتونیم بگیم. انا دست پرورده های یهود رافضه، دست پرورده های رافضه محمد انصاری، مستقیم خدمتگار یهود. به تمام مسئولیت من انا همین سخن رو میگویم که محمد انصاری خدمت کننده یهود است. اما علمایی که امروز براءت رو زنده میکنند، بر رافضه میجنگند، رافضه رو خود گفته ها رو حقیقتشون رو بیان میکنند، اینها عمل به قرآن کردند، عمل به سنت کردند. براءت 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 عمل کردند. موالات 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 تو به مؤمنین واقعی به وجود نمیاد تا زمانی که از مشرکین براءت نکنی، از دفاع کنندگان مشرکین براءت نکنی. انا مين است حقیقت. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سوره مجادله آیت 22 یک تبری سخت به ضربه و به سخت ضربه شدید به فرق سری محمد انصاری. سوره مجادله آیت 22 الله سبحانه و تعالی در این سوره مجادله آیت 22 حکم تکفیر این چنین انسان ها رو بیان کرده. میگه یافت نمی شود مسلمانی که خود را مسلمان بگوید و بعد از این دوستی بکند، محبت داشته باشد به دشمنان الله، اگرچه این دشمن الله پدرش، پسرش، برادرش، خویش و تبارش باشد. این چنین مسلمان نیست. هر کسی که خود را مسلمان بگوید و دوستی به دشمنان الله داشته باشد، این دعوای مسلمانیش دروغ است. این کافر است، مشرک است، منافق است و این زندیق مرتد است. من به همه برادران و خواهران مسلمانم میگویم که سوره مجادله آیت 22 رو خوانید، محمد انصاری رو با همین سوره مقایسه بکنید. وقتی که محمد انصاری میگه که بله ما اردوغان رو دفاع میکنیم، اردوغان رو دوست میداریم، اردوغان رو واقعا به قلبمون دوست میداریم، میگه آیا به زیر این آیت داخل شد؟ در اساس این آیت تکفیر شد؟ یک چند مناط کفر دارد. یکی از مناطهاش رو من به خاطر ساده‌تر و واضح‌تر شما فهمیدنتون میگم. وقتی که محمد انصاری رو دیدید که میگوید رافضه ها رو، عوامش رو که مشرکین هستند ما تکفیر نمیکنیم، اینها برادران، خواهران و برادران مسلمان ما هستند و ما اینها رو دوست می‌داریم، میگوید آیا به این سوره ربط دارد؟ واقعی الله در اینجا گفته است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، یافت نمی شود قومی که ایمان آورده باشد به الله و به روز قیامت و بعد از این دوستی بکند، خودش ایمان آورده بگوید به الله و روز قیامت و بعد از این دوستی بکند به دشمن الله، به مشرکین. مشرکین دشمنان الله هستند. همه مشرکین دشنام دهندگان الله هستند. شکلی که در صحیح بخاری حدیثی آمده که هر یک مشرک دشنام کننده الله است. این چنین مسلمان یافت نمی شود. پس
کسی که خود را مسلمان بگوید، ایمان آورده به الله و به رسول بگوید و بعد از این و سپس در عین حال دوستی خود را به طاغوت ها اعلام بکند، به مشرکین اعلام بکند، پس این کافر است. الله تکفیر کرد. پس این بود نوبت این صحبت ما و این قسمی سوم جواب ما به محمد انصاری. ولیکن اینجا به من یک تنبیه داده که حالا بگذاریم که من کی بودن این بنده رو میشناسم، این آن بالاخره به جایی که یک رد علمی، به جای اینکه منطقی صحبت بکنن، میخوان طرف مقابل رو چی کنن؟ شخصیتش رو تخریب بکنن با ساختن کلیپ ها، با تهمت ها، با اهانت ها. الله شما را حفظ بکند برادرایی که کلیپ میسازید، جور میکنید که خیلی عصبیش خراب کردید. هر برادرانی که به این مسئله ترتیب دادن برنامه ها و کلیپ ها هستند، الله شما را حفظ بکند، زیباتر و قویتر باز با همین اثبات هایش اگرچه وقت شما رفت انجام بدهید، خوب دقیق، تا که حقیقت چهره سیاه این منافقین را، زندیق و برادران مشرکین را، اینهایی که برادران مشرکین هستند واضح بکنید به مردم. البته که بهترین اجر را میگیرید. شب و روز زحمت میکشه که 2 تا کلیپ درست بکنه، بعد به طور مثال کسانی که در پشت این دستهایی که در پشت این کارها هستند و کسانی که شاگردان همچین اشخاصی هستند، مانند یک کسی سکندر تاجیکی برای ابو محمد مدنی، باور الله شما را عزیز کند برادر عزیزم. ببینید کلیپ های جور کرده شما اهل بدعت را به داد و فریاد رسانید، حاضری ها را، حزبی ها را، جهمی ها را، طاغوت ها را. به حکمت باشید، به حکمت. همچنین کلیپ های سازید که به اهل توحید تاثیر با ضرر نرساند، ولی به حکمت، به عدل، به انصاف، به چگونه که دقیق و انیق تا امروز کردید صداهایشان را بگذارید. صحبت واقع خودشان است، خودشان به خودشان لعنت بفرستند این مشرکین، زیرا که سخن خودشان را ما گذاشتیم. هیچ کسی منتج نکرد، هیچ کسی نساخت، چیزی نبوده رو هیچ کسی نساخت. ولی همون صحبت خودت رو که گفتی، من اردوغان رو دوست می‌دارم، رافضه رو دوست می‌دارم، مشرک رو مسلمان میگم، شرک باقی ندارد، همین رو گذاشتن، چی دیگر کاری نکرد. و خدا بکنید که من از روستایی که در اونجا زندگی کرده، دوستان و خیشانش که در اونجا هستن، تا سعودی، تا مصر، تا اوکراین، تا ترکیه، چطور در ترکیه به تهمت همکاری با داعش، خیلی از مسائل شخصی زندگیش هست که من امروز میتوانم بیام در آنتن برنامه زنده بگم که آقا این الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله. برادر عزیزم، بسیاری از شما میگن که شما رد میزنید و در بعض حالت‌ها صحبت‌های سخت میکنید، ولیکن تا امروز ما کسی رو روستاش رو، آدرسش رو، خونه‌اش رو نفروختیم و تهمت هم نکردیم. و عبدالظاهر داعی هم ببینید همچنین نکرده. لیکن عیناً همین تهمت رو که امروز محمد انصاری به تهمت این اون گرفته شده و اینو میگه و عیناً انا همون تهدیدی که روستاش رو میدونیم، خیش و تبارش رو میدونیم، سعودی رفتنش رو این اون رو میدونیم میگه. حاضری های تاجیک هم گفتن 2-3 سال قبل. عاقبت چی؟ مگر ما پنهان کردیم که از تاجیکستان هستیم؟ مگر ما شهر و جای خودمون رو پنهان کردیم؟ نه، یگان مشکلی نداره. هر کسی میخواد بگوید و اگر در اساس جاسوسی بگوید مرتد کافر است. اگر مقصد جاسوسی باشد که به کدام مقامات عظمت طاغوت‌های مقصد جاسوسی داشته باشد که بفروشیم تا که یک ضرر بکنیم و اینا نابود بکنیم، در همین عین حال مرتد است. اگرچه همه مقامات ها باخبر است. به این خبر رسانیدن محمد انصاری هیچ چیز زیاد و کم نمی شود. یگان جای شرمندگی هم نداریم که شرمنده باشد. تاریخ ما معلوم است. بجز مرتد شدن خودش دیگر چیزی نیست.
آذری ها جاسوس است. آذری تاجیک، آذری افغان، اینها جاسوس ها هستند. جاسوس طاغوت. عبدالظاهر داعی را به جماعت تهمت کرد، مرا به جماعت یک چند وقت تهمت کرد که به این جماعت طعنه زدن و تهمت کردن عاقبتش چی است؟ یعنی نابود کردن یک عالم است. مقصد این همین است که این عالم کشته شود، نابود شود، ترمه شود، محکم شود، به تهمت گرفتار شود و 10 سال 15 سال ترمه شود. قسم به الله دشمنان قرآن و سنت اگر در دستشان کرد باشد و شمشیر باشد و یکه به یکه کسی رو پیدا کردند و فرصت یافتن، اینها میکشند. اینها این خوبسا مشرکین رو گذاشتن، اهل سنت رو بکشتن شروع کردن. محمد انصاری والله این صحبتاش صحبتای قاتلانه است. وقتی که عبدالظاهر داعی رو بنده رو به همون تهمت‌های شدید تهمت میکند، همین آدم کشی است. به زبانش میخواد که ما رو بکشد. ثانیاً بعد از این کفر دیگرش جاسوسی است. روستاش رو، اینش رو، آنش رو بگو چی؟ یگان جای ترسی نیست که، یگان جای عیبی نیست. ما هم تو رو میدانیم محمد انصاری، تو شتاب نکن، ما هم از تو باخبر هستیم. اون چیزهایی که ما تا به حال گفتیم، این یک ناخون از حیات تو بود، یک موی از حیات تو بود و ما هم میدانیم که تا حالا چقدر دور و لوف و درو در بدر شدی و تا حالا در کجا و چگونه هستیم ما هم باخبر هستیم. در کجا و چگونه هستیم ما هم باخبر هستیم. دین فروش چه میگویی؟ خیر بالاخره دوستان عزیز، جوانان بیدار شوید. این آقایی که ادعای مسلمانی میکنه و به هر کی چپ و راست تهمت شرک و کفر و نفاق رو میزنه، این آقا این است. اما ما از الله این آقا این است. یعنی روستای ما رو میدونست است، همه زندگی ما رو میدونست است، سعودی رفتنی ما، مصر رفتنی ما، اوکراین الحمدلله که با خبر بود است و در بینش هم تهمت باز به همون جماعت کرده و اینو آن میگد. ایناش تهمت است. تهمت به یک جماعت است؟ نه، تهمت است. خالصا دروغ میگه، تهمت میکرد به یک جماعت باری دیگر. ما میگیم که ما آزاد هستیم، طالب علمان اهل سنت. قرآن و سنت نه، تهمت میکنه. تهمت میکند که گویا در گوجای این شده و اون شده. مقصدش چی است؟ مقصدش باز مردم را از دعوت اهل سنت باز داشتند، باز تدلیس کردن، باز تهمت کردن و باز با همین سخنهای دروغ چهره ما را سیاه کردن است. و از جانب دیگر به حکومت‌های تاجیکستان و به حکومت شاید خودش بوده یا روسیه، امروز عادتاً به روسیه و به تاجیکستان صحبت‌های اینا تاثیر دارد. به تاجیکستان و به روسیه اینها رسانیده شدند که ببینید که همچین آدم‌ها هستند، بگیرید و بکشید و نابود بکنید. آدمکشی خبیث هستند اینا آدمکشی خبیث است. اگر من حالا در تاجیکستان باشم، اگر من حالا در روسیه باشم، به سخن‌های اینها در زیر این دیکتاتورها به سخن همین خبیث میبرند، میکشند یا نابود میکنند. اینها دست راست طاغوت هستند، دست راست شیطان هستند. اینها جاسوس هستند، مرتدین هستند. هر کسی که به اینها رد علمی زد، اینها از رقم خانه در شروع میکنند، از کوچه و جاده و اینو آن شروع میکنند که طاغوت ها فرد و روند بگیرن برام بکشن. لیکن الحمدلله که ما اهل سنت به عقل و به حکمت و مثل اینها نیستیم. ما الحمدلله منهجمون اولا معلوم است که قرآن و سنت فهم سلفین اومد. ثانیا یگانه مذهبی که پیروی کردیم اهل سنت و جماعت، به یگان فرقه جماعت ربط نداریم. ثالثا صحبت هایی که در حق بنده میگه دروغ است. رابعا اختلاف بین ما و محمد انصاری این است که این دفاع کننده مشرکین است، دفاع کننده رافضه است، از حکومت ایران است و ما دفاع کننده قرآن و سنت مذهب سلف این امت اهل سنت و جماعت است. این دفاع کننده اردوغان است، به خاطر اردوغان به مردن و شهید شدن در راه اردوغان خودش میگه آماده است. ما ان شاء الله سبحانه و تعالی دفاع کننده قرآن و سنت و منهج اهل سنت باقی میمونه. انا میقدر اختلاف است. اختلاف دیگر چیزی نیست. اختلاف این است که این مشرک شده و ما در توحید هستیم. و میگه که ببینید این ابو محمد شما این است، ما چی کردیم؟
ما میگوییم که حیات ما معلوم است، در کجا تعلیم گرفتن ما معلوم است. اگر حیات ما رو خواستنی باشی خوبتر بخون که سال 1999 میلادی بنده درس تعلیم آموختن را شروع کردم تا سال 2024 25 سال است که در راه تعلیم گرفتن و تعلیم دادن است. هر یک این را آموز، حیات بنده را آموز، شاید سبب شود که هدایت یابی. شاید بگویی که روز بگویی که بله فهمیدیم که در حقیقت حق را میگفته است بگویی. شاید فهمی که ما به تو در اساس قرآن و سنت به خاطر هدایت تو صحبت کرده استیم، به خاطر دفاع دین هدایت کرده استیم. مثل تو چوجه های طعنه زننده ها و به ما این چنین تهدید کننده ها کم نبودند، نیستند، زیاد بودند و هستند. ولیکن رب ما الله هست، تغییرات در دست الله هست. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله و نعم الوکیل. ما به الله ایمان آوردیم، مثل شما مشرکین نیستیم. این تهدید چوجگانه خودت رو به شکم بویناک خودت بزن. ما از این تهدیدها کیها گذشتیم و این چنین تهدیدها رو کردند و همه کارشون رو کردند. توکل ما به الله است و ما بار دیگر میگیم معلوم هستیم در این راه، معلوم هستیم در این راه. منهجمون واضح است، خودمون معلوم هستیم کی بودنی ما معلوم است، مردم ما رو میدونن که کی هستیم. اما تو رو هم الحمدلله با این تهمت ها، با این جاسوسیت، با این خدمت به طاغوت، با این خدمت کردن به مشرکین، به رافضه ها، الحمدلله مردم شناختن. انا این بود امروزه صحبت ما در حق این فروخته شده خبیث محمد انصاری زندیق مشرک. الله خارش بکنه. در این ماه مبارک رمضان دعا میکنیم که اخزاه الله، ای الله، ای الله، انی اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت عهدا من عبادك. الله به این همه نامهای اعظمت تو را مسئلت میکنم و دعا میکنم. ضرری این جاسوسان طاغوت را، ضرری این جاسوسان رافضه را، ضرری این برادران رافضه را، این دفاع کنندگان رافضه قبوری را از بالای امت اسلام، از بالای مسلمانان فارس نابود کن. الله اینها به ما ظلم میکنند، تهمت میکنند، دروغ میگویند. الله به ما نصرت بده. اللهم انی مظلوم فانتصر، اللهم انی مظلوم فانتصر، اللهم انی مظلوم فانتصر یا رب العالمین، یا رب العالمین. فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. صبر میکنیم و در نزد الله این خصومت ها جمع می شود. یهودی که اینها ما را گفت، جاسوسی که در حق اینها ما را کرد، طعنه که، استهزایی که، تمام این نفاقی که کرد، ما صبر میکنیم. در نزد الله ان شاء الله روبرو خواهیم شد و در این دنیا هم از الله طلب میکنیم که این فساد، فتنه بزرگ اینها که گمراه کردن مسلمان ها است، تفریقا انداختن موحد است، موحدین است، از سر مسلمان ها بردارد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.